شده حس کنی همیشه انگار یه چیزی توی زندگی درست پیش نرفته، یا اگه اون کار کوچیکیه، اون تغییر کوچیک رو ایجاد میکردم الان چقدر زندگی فرق داشت، یا اگه اون تصمیم رو میگرفتم الان توی این جایگاه بودم یا شخصیتم فرق میکرد. کتابخانه نیمه شب توسط مدهیک نوشته شده که داستان زندگی، انتخاب و حسرت هاست. شخصیت اصلی داستان دختری به نام نورا که حس میکنه فرصتایی که داشته رو اصلا جدی نگرفته، زندگیش پر از حسرته و اونجوری که باید زندگی رو لمس نکرده و تجربه نکرده. یه شب نورا همینطوری که داشته با اون حسای مختلفش دیر میکرده وارد یه جایی بین مرگ و زندگی میشه. اونجا یه کتابخونه بوده پر از کتاب که این کتابا تک تک زندگی هایی بودن که نورا میتونسته داشته باشه. مثلا با یه تصمیم کوچیک مسیر زندگیش عوض میشده و یه کتاب به وجود میومد. نورا وقتی که وارد این کتابخونه میشه شروع میکنه بعضی از کتابا رو برداشتن و تجربه کردن. مثلا یکیشو برمیداره وارد یه زندگی پر از عشق میشه، یکیشو برمیداره یه ورزشکار حرفه‌ایه، یکیشو برمیداره میبینه که مادرش زنده است و میتونه باهاش زندگی کنه. اما یکم که میره جلوتر میبینه اون زندگی هایی هم که آرزوشو داشته تجربهشون بکنه انگار چالش‌ها و سختی‌های خودشونو دارن و این واقعیت زندگی دیگه. هیچ مسیری بدون دردسر و سختی نیست. نورا ما رو یاد خودمون میندازه. ما همش به خودمون فکر میکنیم و حسرت میخوریم که اگه فلان کارو میکردم چی؟ اگه اون تصمیم رو میگرفتم چه اتفاقی میافتاد؟ اگه اون کارو میکردم به کلی مسیرم تغییر میکرد. اما پیامی که این کتاب داره میگه که حتی اگر انتخاب اشتباهی کردی اینو بدون که زندگیت ارزشمنده و سعی کن که اون لحظه رو زندگی کنی و اجازه نده که با حسرت‌ها اون لحظت خراب بشه. لحظه شگفت‌انگیز این کتاب جاییه که نورا قراره اون زندگی که دوست داره رو انتخاب کنه. اون در نهایت زندگی که داشته قبلا انتخاب میکنه با تمام پستی‌ها و بلندی‌هاش. چیزی که دقیقاً ما باید یاد بگیریم. ما باید یاد بگیریم ارزش واقعی زندگی‌هایی که داریم تجربه میکنیم هرچند سخت، با تمام فرصت‌ها، با تمام فرصتایی که از دست دادیم، با تمام حسرتایی که داریم، بعد اون ارزش واقعی زندگی رو بدونیم و ازش استفاده کنیم. حالا تو خودتو بذار جای نورا. هر فرصتی که از دست دادی، هر حسرتی که داری، هر انتخاب اشتباهی که کردی، اینا همه جزئی از مسیر تو هست. نورا به ما یاد میده که همه اینا رو بذاریم کنار و هر لحظه رو زندگی کنیم. در نهایت زندگی همینه. بعد انتخابامون رو بپذیریم و حرکت کنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. اگر دوست داشتین حمایت کنین. اگر نظر، انتقاد و صحبتی از حتما بهم بگین. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی. See you.